ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 53 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف با گمان قصدا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده 26 مارس سال 2024 تخمینا ساعت 2:00 دقیقه با همسایه‌اش مرد 35 ساله ساکن نوع مذکور از سبب از زمین باغ‌هایش جدا نمودن دیوار سیمتوری ساخته شده جنجال نموده با مقصد قصدا رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی یک دیگر را کشاله نمودند. در نتیجه جبر دیده با شکم به بالای سیمتوری از ارماتوره ها مستحکم شده افتیده جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. نسبت گمان بر شونده با ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 30 ساله ساکن شهر خوجند با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده ماه مارس سال 2022 در حدود شهر خوجند با مرد 37 ساله ساکن شهر استرافشان واخورده با راه فریب به باوریش در آمده با بهانه خرید و فروش و گرفتن فایده 23 تن خاک جام شویی را به مبلغ 261,000 سومونی قبول نموده آن را به دیگر شخصان فروخته مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به احتیاجات خود صرف نموده است. عاید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد.